پروردگارا در هیچ نعمتی از نعمتهای متنوع تو ضرر و زیان و پریشانی برای خلق تو نیست، چون چیزهای خوب، نعمتهای مفید، ارزشمند برای بندگانت حلال نمودید، برای بندگانت تجویز نمودید. در نتیجه نعمتهای تو همش مفید هست. پروردگارا تو که صاحب، پروردگارا چه می شود یک منت دیگر هم بر ما بگذارید، توفیق شکر و سپاسگزاری و قدرشناسی از نعمتهای خودت را عطا بفرمایید تا نعمت با شکر نعمت کامل شود و رضایت تو حاصل شود. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر نعمت بدید شکر نعمت ندید کفران نعمت میکنید. نه هر نعمت خوبی انسانو به خدا نزدیک میکنه. بعضی موقع قرآن خوندن هم انسانو از خدا دور میکنه. بعضی موقع زبان انگلیسی رو یاد گرفتن انسانو به خدا نزدیک میکنه. بعضی موقع فوتبال بازی کردن آدم به خدا نزدیک میشه. بعضی موقع با نماز خوندن انسان از خدا دور میشه. اگر نماز ریایی باشه، هرچی بیشتر نماز ریایی و غیر خدایی بخونید بیشتر دور میشه. اگر ورزش کردن به خاطر سلامتی جسمت باشه که تن سالم داشته باشید، تن ورزیده داشته باشید تا خدمت به خلق خدا بکنید، با ورزش هم ثواب کسب میکنید، به خدا نزدیک میشید. خدایا نعمت تو دادید، فرصت استفاده از نعمت تو دادید، زمان و نعمت و فرصت استفاده از نعمت رایگان تو دادید. ابزار استفاده از نعمت تو دادید، چشم و گوش و دست و پا و بینی و شکم و عقل و همه اینها ابزاری هستند که ما بتونیم از نعمتهای دیدنی، از نعمتهای شنیدنی، از نعمتهای گویایی، از نعمتهای فکری، از نعمتهای رفتنی، گرفتنی و دادنی خود را توانمند بکنیم و لذت ببریم و زندگی خوبی داشته باشیم. چه می شود اگر که این بندگان عاشق خودت منت بگذارید و شکر این نعمتها را عطا بفرمایید؟ اگر الله نعمت بده شکر نعمت نده چه می شود؟ نعمت منهای شکر کفران. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمتت افزون کند. اون اندازه که ما نیاز به شکر نعمت داریم نیاز به نعمت نداریم. آدم با یک تکه نان خشکم سیره و گرسنه است، ولی شکر نعمتها حیات بخش برای زندگی دنیوی و اخروی ما، مادی و معنوی ما. فرهنگ تشکر کردن یاد بگیریم و بدانیم که اولین کسی که باید ازش تشکر بکنیم اون کیست تا دچار مشکل نباشیم. اول از اونهایی که درجه سوم و صدم در شکر هستن تشکر میکنیم، نوبت الله که باید در صدر قرار بگیره
و اولین کسی باشه که ازش تشکر بکنیم، دیگه اونجا دیگه شکری نداریم. هرچی شکر و تقدیر و تشکر و سپاس بوده دادیم به کسان دیگه، نوبت الله که میرسه دیگه شکری نداریم. ممنونم، دست در نکنه، خیلی ممنون، متشکرم. به همه کس داریم میگیم، ولی به الله نگفتیم ممنونم، متشکرم از اینکه معلم برای ما فرستادید، از اینکه علم برای ما فرستادید. قرآن علمه، معلمم رسول خدا صلی الله علیه و سلمه. از اینکه نماز برای ما فرستادید، اخلاق، سلامتی، چشم، گوش، عقل، دل، عاطفه در دلهای ما قرار دادید، محبت در دلهای ما. از الله تشکر نکردید. ولی من دیدم طرف یه نخ سیگار طرف کسی میکنه، میگه دست در نکنه، خیلی ممنون. کبریت بهش میگه که سیگارش روشن بکنه، میگه خیلی ممنون، متشکر، دست در نکنه. اگه کبریت تو نبود من نمیتونستم سیگارمو دود بکنم، چند پک بزنم حالم جا بیاد. سبحان الله. تریاک بهش میده که خیلی ممنون، متشکر، دست در نکنه. یه کوته آبجو بهش میده، خیلی ممنون، دست در نکنه. یه سیدی مبتذل به دخترش میده، خیلی ممنون، دست در نکنه. ولی نمیدونم این الله چه گناهی در حق ما و شما کرده که نمیتونیم ازش تشکر بکنیم. و روز به روز فاصله ما بیشتر میشه. نمیدونم خجالت میکشیم به الله بگیم خیلی ممنون. و ما بکن من نعمت فمن الله. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. شما همتون عربی صحبت میکنید، خوبم عربی میفهمید. و ما بکن من نعمت فمن الله و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. الله ما الله خوبی هاست، الله ما الله پاکی هاست، الله ما الله مهربانی هاست، الله ما الله زیبایی هاست. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خیر در دست الله، خیر از جانب الله. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله ما الله پاکی هاست، پاکی آفرین و پاکی پسند هست. الله ما الله زیبایی هاست. ان الله جمیل یحب الجمال. از زشتی بدش می آید، از پلیدی بدش می آید، از کارهای نازیبا بدش می آید. الله ما الله عاطفه های زیباست. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یعنی چی؟ ارحم الراحمین یعنی چی؟ الله خالق دل هاست و دلها به عاطفه زنده هستند. دل بی عاطفه سنگ است. این عاطفه و محبت و عشق و علاقه و دوستی و صفا و صمیمیت در دل کی قرار داده؟ الله. اصلا دل به ما کی داده؟ برای چی به ما دل داده؟ تا دوست بداریم. عاطفه‌ای که الله در دل ما قرار داده حیات جان ماست، نبض زندگی ماست، سرمایه دنیا و آخرت ماست. اگر دل بی رحم داشته باشید تو بنده خدا نیستید. اگر دل سنگ داشته باشید
اگر خشن و غلیظ باشید بر خودت و بر خلق خدا، تو بنده خدا نیستی، تو نزدیک خدا نیستی، تو عزیز خدا نیستی، تو محبوب خدا نیستی. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیامبر ما، اگر تو فظ و غلیظ القلب بودی، سنگدل بودی، عاطفه نداشتی، محبت نداشتی، خیرخواهی نداشتی، دلسوزی و مهربانی نداشتی، رحم و شفقت نداشتی، کسی برای تو نمیماند. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. حاضرید یک صلوات بلند قبر را بفرستید؟ البخیل من ذکرت عنده ولم یصل علیه. شما تلویزیون مشاهده میکنید، مسیحی ها را دیدید، این شعار چیه؟ تعظیم. وقتی نام مسیح برده میشه در جمع مسیحیان اینطوری میکنن، شعارشون دیگه. ولی ما نام رسول الله صلی الله علیه وسلم برده میشه، حال حوصله نداریم صلوات بفرستیم. مسیحی کار میکن، محاله. خیلی کم لطفیم، جفا میکنیم در حق کسی که هدایت برای ما آورد، وگرنه آتش پرست و گاو پرست بودیم. معلمی عزیز مهربان خیرخواه آمد، اولین سرمایه‌ای که به ما و شما داد الله بود. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اولین درسی که به ما یاد داد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اخلاص و توحید بود. ارزش یک صلوات نداره؟ ما طلبکاریم یا بدهکار؟ از زمانی که مسلمان ها خودشون رو طلبکار خدا میدونن و طلبکار رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدانن، بدبخت شدن. نه تشکر میکنن نه قدر شناسن، چون فکر میکنن که طلبکارن. کسی فکر میکنه طلبکاره که بدهکارش هیچ خدمتی بهش نکرده. تا کسی فکر نکنه که مدیون خدمات دیگری است ازش تشکر میکنه. تشکر ما که ضعیف میشه، قدر شناسی ما که ضعیف میشه، ذکر خدا که کم میکنیم، صلوات و درود که کم میفرستیم، همش به خاطر این که خودمون رو طلبکار میدونیم. فکر میکنیم خدا و رسول خدا هیچ کاری برای ما نکردن. هرچی داریم از بازوی پهلوانی خودمون داریم، از جوانیمون داریم، از دانشگاه رفتنمون داریم. الله چه کار است؟ چرا بدهکار این باشیم که همیشه یادش بکنیم و ذکرش بکنیم و ذکر خیرش بکنیم؟ من احب شیئا اکثر من ذکره تعصی الاله و انت تظهر حبه. تعصی الاله و انت تظهر حبه لعمرك هذا في الكلام بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان الحبيب لمن يحب مطيع. من احب شيئا اكثر من ذکره. کسی که چیزی را با صمیم قلبش دوست بداره، همیشه زبانش یاد او میکنه. فیلم برره‌ای بیش نیست، از عالمش گرفته تا مسئولش تا بچه کوچک تو خوابم میگه برره برره، از آن میگه برره برره. اسماشون حفظ کردن، فلانشون حفظ کردن.
و ما بکم من نعمت، اگر زمین زیر پای ما آرامه، چون آسمان بهش دستور داده که تو خدمت خلق من بکن. اگر ستاره‌ای بالای سر ما درخشانه، اگر خورشید طلوع می کند، اگر کوهی استواره، همش از اونجاست. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. اگر کسی خوابیده از خواب بیدار شد، سنت هست که این دعا براش بکنید: نوما سباتا. خواب آرامش دهنده‌ای باشه اون خوابی که خوابیدید، چون خیلی خوابها خواب میکنیم ولی ثبات نیست. از خواب بیدار میشه ضعیفه، کسل، تنبل، سست، پریشانه. باید دعا برای خوابیدن همدیگه هم بکنیم. وقتی بیدار میشیم بگیم نوما سباتا و جعلنا نومکم سباتا. خواب را مایه آرامش و استراحت کامل بدن تو، برای تجدید توان دوباره تو، برای اینکه مسائل دنیوی و اخروی تو دنبال بکنید. اگه نوم ما ثبات نباشه، اگر خواب ما آرامش بخش نباشه، از خواب بیدار میشی میگی کاش که بیدار نمیشدم، در خواب بودم. بالاخره الا ایها اللیل الطویل الانجلی، امرؤ القیس میگه الا ایها اللیل الطویل الانجلی بصبح و ما الاصباح منک بامثلی. چون خودش مشکل داره، نه اینکه شب طولانیه، نه اینکه خواب آرامش بخش نیست. انسان وقتی مشکل داشته باشه، انسان وقتی خودش مشکل خودش رو حل نکنه. من 2 تا جمله تو سرود عزیزمون تصحیح بکنم که این برادران عزیزمون که صوت و لحن خدا دادی خدا بهشون داده و واقعا دارن زحمت میکشن عروسی ها رو تبدیل و احسن کردن. این مسائلی که حالا از هر کجا برای ما نواری میاد، سرودی میاد، سعی بکنیم که از فیلترهای اعتقادیمون رد بکنیم، مسائلی که اشکال داره چه برطرفش بکنیم. یکی از این سرودها عزیزمون میخون که فریاد از زمانه: نعیب زماننا و العیب فینا و ما لزماننا عیب سوانا. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. دشنام به زمانه ندهید، آه از دست زمانه نکشید، جزع و فزع از دست زمانه نکشید، شکایت از زمان نکنید. لا تسب الدهر. ما میگیم که زمانه پستی گرفته، فریاد از دست زمانه. اگر در زمان مغول زندگی میکردید چی میگفتید؟ اگر ما و شما در زمان مغول بودید که آب نیل و ببخشید آب دجله و فرات رو به خون تبدیل کردن، اگر در زمان بخت و نصر زندگی میکردیم چه بودیم؟ اگر شاهد جنگ‌های صلیبی بودیم چه بودیم؟ اگر در جنگ جهانی اول دوم بودیم چه بودیم؟ فریاد از دست زمان نکنیم. ای به زمان ما و شماییم. همون آفتابی که بر محمد و یارانش صلی الله علیه وسلم طلوع میکرد بر ما طلوع میکنه. الله رب المشارق و المغارب، رب المشرقین و المغربین. طلوع و غروب از زمانی که خورشید و خداوند آفریده تخلف نکرده از طلوع کردن و غروب کردن، و همچنین ماهتاب از طلوع هلال باریک میشه، بعد پر میشه، بعد دوباره باریک میشه. شب و روز و زمان و سال به وجود میارن. تبارک الذی آخر سوره فرقان الله چی میگوید؟
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. الله میگه من زمان برای شما آفریدم، خورشید و ماهتاب و متعاقب هم قرار دادم که همدیگر رو تعقیب بکنن، شب و روز به وجود بیاورن، تا اینکه هر کسی دوست داره. خوب دقت بکنید تعبیر قرآن تحمیلی نیست. من این کلتو تو سرت خالی میکنم یا بگو چاکرتم، من تو رو دوست دارم. الله چنین محبتی نمیخواد که کسی کلت اینجا بگیره یا خالی میکنم یا خوبی الله بگو، یا بگو من تو رو دوست دارم. این محبت نمیتونه عاشقانه و عارفانه و صادقانه و خالصانه باشه. وقتی کل رفت کنار رفت پشت دیوار سطح فوش هم میده. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. من زمان رو در اختیار شما گذاشتم، شب و روز فرصت برای دو چیز برای شما، برای کسی که دوست داره ذکر بکنه و کسی که دوست داره شکر بکنه. اما خیلی ها زمان در اختیارشون شکر نمی کنن، خیلی ها زمان در اختیارشون ذکر نمی کنن، خیلی ها از زمان شاکر شدن و ذاکر شدن و موفق شدن و دیگران رو موفق کردن. خیلی ها نشستن نفرین زمان میکنن، دست و دست گذاشتن، دوره پستی گرفته، زمانی بدی آمده، بچه جرأت نمیکنیم تو کوچه بفرستیم، همه جا شیطنته. این شیطنت از کجا آمده؟ از همین شیاطین انس و جن آمده. انسانی که خدا بهش عقل داده گفته انگور بخور، انگور نمیخوره، از انگور خمر درست میکنه. سبحان الله. بعد عقلشو میپوشونه. انسانی که خدا گفته ازدواج کن، ازدواج نمیکنه، فحشا مرتکب میشه، مواد مخدر استفاده میکنه، ایدز میگیره، بعد میاد میگه زمانه پستی گرفته. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هرچی آمار متأهلین بره بالا، هرچی تعداد متأهلین بیشتر بشه، جرم و جنایت کمتر میشه، و هرچی تعداد مجردا بیشتر بشه، جرم و جنایت بیشتر میشه. آمار جرم و جنایت و آمار ایدز و آمار سوزاک و ابولا و بیماری های عفونی و خونی رو با ازدواج بیاریم پایین. آمار پریشانی و جرم و جنایت و آمار زندانی ها رو با ازدواج بیاریم پایین. کتاب های روانشناسی نمیخونید، کتاب های روانی جرائم جنسی نمیخونید. چه جنایت های از ازدواج نکردن جوانا تو کشور ما و کشورهای جهان اسلام و غیر اسلام، چون که جوان نمیتونه ازدواج بکنه یا نمیخواد ازدواج بکنه. چه جرم و جنایت های کتاب ها رو بکنید، برید زندان ها رو بررسی کنید، برید بیمارستان ها رو بررسی کنید، آمار ایدز رو بررسی کنید. در استان هرمزگان تا چند سال پیش فقط 8 تا ایدز بوده، الان مرکز بهداشت داره آمار میده 540 مورد. اینایی که شناخته شده هستن. کجا زمان خورشید بر ما میتابه بی ریا، از ما چیزم اخاذی نمی کنه، میگه چون من میتابم با یه چیز پول به من بدید. میگه من زمان در اختیار تو هم، تو از من بهره برداری خوب بکن. هدف از سبقت زمان در آخر سوره فرقان خداوند میگه دو چیزه، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. زمان عوض نشده، اما در زمان نمرود بوده چون خواسته نمرود بمونه، ابو جهل بوده چون خواسته ابو جهل بمونه، ام جمیل بوده در کنارش هم عمر فاروق بوده، بلال حبشی رضی الله عنهم اجمعین بوده، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر و فاطمه و خدیجه و حفصه و عشره مبشره و اهل بدر و اهل بیعت الرضوان و انصار و مهاجر بوده. شما هم هستید. تو کدوم سفارش پیامبر شما دیدید که گفته هر کسی مشروب بخوره اینقدر فضیلت داره، ولی مسلمان مشروب میخوره با وجود که پیامبرش هم نگفته؟ تو کدوم یکی از آیات قرآن و صحاح سته و کتاب‌های
حدیثی ما داریم که تشویق به سیگار کشیدن، قلیون کشیدن باشه، اما دختر مسلمان و زن مسلمان قلیون هم میکشه. حاجی میره حج، قلیون و تنباک با خودش میبره به حج. یک بار اونجا قلیون نکشم دیوانه میشم. من خودم دیدم میرفتن دیدن حجاج، قلیون از بندر عباس با خودش آورده با تنباک گیزیر. اینجا قحط قلیونه، تو مکه قحط قلیونه. سبحان الله. حجاج از بندر عباس رفتن تو مکه تو هتل بازی ورق میکردن. حوصله‌شون تو حرم سر میرفته آمدن عمره. بازی دوستانه داره میکنیم. حاجی رفته از بندر عباس عمره، تیم ایران داخل جده مسابقه فوتبال داشته. روحانی کاروان تعداد از حاجی‌ها رو جمع میکنه بریم جده تشویق تیم فوتبال ما بکنیم تا گل بزنن. تو آمده که اونجا نماز بخونی، توبه بکنی یا بری تشویق فوتبال تو جده بکنی. 4 تا نمازشون خود شده، 4 تا 100,000 نماز در مسجد الحرام. نگاه کن چقدره. در رهگذر بلا میشینی گویی که رضای حق چنین است. در رهگذر بلا میشینی گویی که رضای حق چنین است. زمانه بدی است. خدا خیر بده به عزیزمون که اصلا رشته سخن و دست ما داد. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است. چطوری همون زمان هست یه تعدادی موفق شدن، یه تعدادی دارن شکست میخورن. اما مطلب دومی که نیاز به تذکر داشت این سرود، اون سرود الله مدد. الله مدد که اینجا خیلی عالیه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله مدد یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولی اون قسمتی که رسول الله نظر منظورش چیه؟ الله مدد رسول الله نظر. رسول الله بعد از حیاتش چه نظری میتونه ما داشته باشه که رسول الله و الله کنار هم بذاریم؟ یکی میگه مدد بده، یکی میگه نظری به ما بکن. این نظری به ما بکن یعنی یک مشکل ما رو حل بکن. یعنی خالق و مخلوق رو کنار هم گذاشتیم و این مقام و منزلت ها رو جا به جا کردن. الله نظر، الله مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا جمله سوم، یا رسول الله دخیل. رسول الله دخیل. حتی اگر قرار باشه که شفاعت هم ما بطلبیم، باید از الله بطلبیم که به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه بده در حق ما روز قیامت شفاعت بکنه. خدایا به پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه بده تا درباره ما گناهکارا شفاعت بکنه با اجازه تو. بدون اجازه خدا نه. حق نداریم به رسول الله که رحلت بموده بگیم از ما شفاعت کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه روز قیامت همه با رحم خدا وارد بهشت میشی. اگر قرار باشه که خدا ترازو بذاره و بر منتهای عدلش با بندگانش رفتار بکنه، هیچ احدی به بهشت نمیره. ولی از خدا باید این دعا رو بطلبیم: خدایا با رحمتت با ما برخورد کن، نه با عدالتت. باور بکنید تو نمازهای ما شک هست، تو طهارت ما شک هست، تو سوره هم خوندن ما شک هست که درست داریم میخونیم یا نمیخونیم. تا چه برسه گناهانمون دیگه. تنها چیزی که بهش فکر نمی‌کنیم عبادت هامونه که درست طبق سنت صحیح و راه درست و علمش و معرفتش. تو شناخت حلال و حراممون مشکل داریم. تو عروسی ها هم کسی رو دعوت میکنیم که ایمان رو از بچه هامون بگیره.
اصلا فکر میکنیم که عروسی یک مقوله جداگانه هست، اصلا نباید دین در عروسی دخالت بکنه. عروسی جای پایکوبی و شادیه. اصلا فرهنگ ما رو عوض کردن که عروسی بدون رقصیدن، بدون شراب خوردن، بدون تریاک کشیدن، بدون حرفای رکیک و نازک و ضد اخلاق، دستی ارکستر باید حتما مست باشه تا بتونه خوب بزنه. حتما باید زنها و دخترای جوان با پسرها با هم برقصن تا یک عروسی خوبی باشه. میگن کاری به عروسی های مردم نداشته باشید. اگر ما کار به عروسی ها نداشته باشیم پس کار به کجا داشته باشیم؟ عروسی که در عروسی نطفه بسته میشه، نسل آینده تولید میشه. در شب عروسی داماد مست باشه خوبه. به داماد گفتن اگر میخوای که واقعا از ازدواج لذت ببری باید مست باشی، بده تو حجره بنشینی. دختر مردم رو بسم الله تحویل گرفته، ولی بهش گفتن که باید مست باشی. دختر حرام مردم رو با حلال کرده با بسم الله، اما تو شب عروسیش میگه باید مست باشید تا لذت ببرید. پیامبر میگه باید وضو داشته باشید و سجده شکر بکنید و دست بذاری بر فرق سر همسر دعا بکنید اللهم جنبنا شیطان و جنب شیطان عما رزقتنا. این میگه باید مست باشید، تریاک بکشید، نماز نخونید. نطفه های جوان های مسلمان ها تو عروسی ها و شب زفافشون نطفه رو مسموم میکنن. بعد به ما میگن تو عروسی ها دخالت نکنید. مله ها جاشون تو مسجد رو منبر برن سخنرانی میکنن عروسی که جای شادیه، عروسی های ما رو تبدیل به ماتم نکنید. کسی حق نداره تو عروسی قرآن بخونه. عروسی فقط وقتی کسی مرد از بلندگو قرآن میذارن. قرآن برای مردنه. صحبت زنها که هیچ وقت تمام نمیشه. همطور که مردان نیاز دارن بشنون، زنها نیاز دارن بشنون. عزیزی از من سوال کرد که عروس باید چطوری بپوشه، چطوری بره، چطوری آرایش بکنه. زنها حق دارن همه نگاه بکنن. بعضی زنها از مرد نامحرم ترن. باور بکنی هر کسی تو عروسی ها میره وقتی برمیگرده شب خانه، اگه زن رفته عروسی میگه دختر به شوهرش میگه شبالا دختر فلانی اینطوری لباس پوشیده بود اینطوری میرقصید. اینو یقین بدونید که اگر ناموس ما بدجور بره تو عروسی، اون زنی که باش خندیده مزاح کرده کنارش نشسته وقتی برمیگرده یا به پسرش میگه یا سر سفره که همه نشستن دیشب زن فلانی چطوری میرقصید، دختر فلانی چه لباسی پوشیده بود. وقتی جلو مرد جوانش بگه تحریک میشه یا نمیشه؟ علما میگن حتی خوبی و محاسن زنتون جلو دوستتون تعریف نکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الهم و اخو الموت. مواظب برادر شوهر باشید. هم یعنی برادر شوهر. ولی من همین چند روز پیش دیدم که یک مردی خواهر خانمش که زن کسی دیگه از پشت ترک موتورش گذاشته بود دستم دور کمرش میخواد از خانه خودشون برسوندش خانهش. مرد جوان، زن جوان کیه؟ خواهر خانمشه، میخواد با موتور برسونه پشت ترکش نشسته. تو شب حجله هم پسرمو میاد با عروس روبوسی میکنه، پسر خاله میاد روبوسی میکنه، یه عکس یادگاری میگیریم. هنوز مرد خودش حلالش دست به صورت زنش نزده. بعضی دیگه عکاس و فیلمبردار میاد به عروس میگه گردن تکین تو باشه، سر تو باشه، سر تو بکن تا فیلم خوب در بیاد. سبحان الله. بعد ما میگیم که ملاها رو تو عروسی ها جا ندید که عروسی ها رو تبدیل به ماتم میکنن. یک سوال به من دادن قبل از اینکه بلند بشم، جناب فلان لطفاً درباره
اهانت دانمارکی ها به شخصیت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم و وظایف ما مسلمان ها در این قبال قطع خرید اجناس آنها. عزیزی به من نوشته چند تا روزنامه های دانمارک و نروژ و اینا توهین کردن به شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به من نوشته که وظیفه ما چیه؟ اون دانمارکی مسلمانه، از یک کافر ضد دینی که حسودیش میشه جوانای ما سالم باشن میخواد شخصیت پیامبر رو کمرنگ بکنه تا جوانا. دانمارکی به ما توهین نمیکنه. تو که به پاکت سیگار یا سیگار بنسون تو جیبت گذاشتی، تو به پیامبر داری توهین میکنی. من تویی که تو عروسی هامون دستی ارکستر بی تقوا رو میطلبیم و هزینه میکنیم و پوز میدیم، ما داریم توهین به پیامبر میکنیم. دانمارکی خب صلیبیه، جنگای صلیبی رو اندازی کردن، آمدن عراق رو اشغال کردن، افغانستان رو به خاک و خون کشوندن. فلسطین چه داره میشه؟ مسلمانای ما رو در فیلیپین نابود کردن. دانمارکی مسیحی صلیبیه، توهین اونا نمی کنن، چون اونها فهمیدن که ما نسبت به پیامبر ما صلی الله علیه و سلم ضعیف شدیم، نسبت به مقدساتمون بی تفاوت شدیم، رگ غیرتیمون سوس شده و از بین رفته، غیرتمون رفته. کانال دستش 600 تا کانال داره عوض میکنه. آقا همسایه مسجد تهدید میکنه امام مسجد یا صدای اذان کمتر بکن یا میام همونجا یقتو میگیرم، حکومتو میگیرم. صدای اذان صبح من از خواب بیدار میکنه. تو خونه بچه مریض دارم، صدات خیلی وحشتناکه، در صورتی که همسایش اذان دقیقه چقدر طول میکشه که یک اذان گفته بشه. بلندگان بالای مناره کنار مسجد که صدا نمیره، هرچی مناره بلندتر باشه صدا دورتر اونجا جلوه پیدا میکنه. ولی آمده مؤذن رو تهدید کرده که شما بچه منو 40 ساعته نمیدونم 4 صبح خوابش به هم میزنی، ولی کنار خونش 2 تا بانگ بزرگ گذاشتن تا نماز صبح از ساعت 8 شب تا نماز صبح همراه اذان مؤذن دارن میزنن و میرقصن و سوت میکشن و فشفشی میزنن. آقام نشسته اونجا با خانمش تماشا دارن میکنن. نه بچه بدخواب میشه. من فکر میکنم که بچه بدخواب نمیشه، شیطانی که تو اون خانه خوابیده خوابش به هم میخوره. شیطان اونجا خوابیده دیگه، بچه که خوابش به هم نمیخوره، از آن که نوازش میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چرا گفتم وقتی بچه تازه تولد میشه در گوشش بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. امروز که بچه ها تو زایشگاه معذرت میخوام به دنیا میان، پرستارم که دیگه نمیدونه الله اکبر در گوشش بگه. سنت تولد بچه، لحظه تولدش باید یک انسان صالحی پیدا بکنی که به صلاحش اذعان دارید و قبول دارید صلاح و تقواش، بیاریدش ازش خواهش بکنید که در گوش راست بچه تازه تولد شده اذان محمدی میگوید و اقامه نماز داره گوش چپش، کلمات الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بچه احساس داره. تا وقتی بزرگ میشه کلمات مایکل جاکسون از کلمات الله اکبر و توحید و تعظیم خدا و کلمات اذان شیرین‌تر نباشه. پس من فکر میکنم که اونا که اهانت میکنن خیلی طبیعیه و ظلم، و شاعر عرب میگه و ظلم ذوی القربى اشد مضادة علی المرء من وقع الحسام المهندی. میگه غریب یک ظلمی به انسان بکنه سنگین نیست، ولی ظلم ذوی القربى خویشاوند
برادر مسلمان و خواهر مسلمان اگر ظلم بکنه، شاعر عرب میگه تأثیرش از ضربه شمشیری که مهند هست، برنده هست، ساخت هند. قدیم شمشیرهایی که در هند ساخته میشد خیلی چه برنده بوده و ضربش خاطر بوده. ما هرچی میکشیم از دوست میکشیم، از ماست که بر ماست. همین عروسیتون رو اصلاح بکنید، عزاداریتون رو اصلاح بکنید، حجتون رو اصلاح بکنید. ما الان 3 تا اسراف داریم، یکی اسراف عروسی، یکی اسراف حج، یکی اسراف عزاداری. من همه جا گفتم اگر مسلمانان جلوی اسراف این 3 تا رو میگیرن، مدارس درست میکنن، مساجد درست میکنن، مجتمعات فرهنگی ورزش درست میکنن، کتابخانه درست میکنن، مکتبخانه درست میکنن، دانشجوهاشون رو حمایت میکنن، جواناشون رو داماد میکنن با همین پول. وقتی کسی میره 5-6 میلیون خرج میکنیم، 3 روز و 40 روز و 4 ماه و سال و وقتی کسی داماد میشه دیگه از همه طرف اسراف میکنیم. طرف میره قرض میگیره 5 میلیون تومان که جلو مردم روش سفید باشه. خوبه که داماد شب اول ازدواجش تو حجله مقابل همسرش بنشینه، میخواد یه لبخندی بزنه تو صورت همسرش، حرفای خوب با هم بزنن، ولی از اون طرف داماد تو ذهنش میاد 5 میلیون بده کارمو تو وام گرفتید. اولین روز ازدواج مشترکشون رو با 5 میلیون وام، اونم برای دسته ارکستر و اسراف کردن و لطو پار کردن و معصیت. تازه بعضی از کسانی که به حساب ارکستر میان اونجا اول یک چک 2 میلیون تومان هم میگیرن که اگر شخصی در عروسی مست بود آمد ارگ منو خورد کرد یا گیتار منو خورد کرد، چک تضمینی که باید گیتار بخرم جاش. پس دیگه ما رو به کجا کشاندن؟ 500,000 تومان مال خوندنش میگیره، یه چک 2 میلیون تومان هم میگیره تضمینی. کسی ارگش اگه خورد کرد، گیتارش خورد کرد، دهلش خورد کرد، میدونم پاره کرد، اینا همه چک تضمینی گرفته. بازم میدیم اتوبوس هم براشون میگیره میفرستی که بیان سر عروسیمون خوب برسن. یک کارایی میکنن که از توهین اون دانمارکی و نروژی خیلی بالاتره. خدا رو باید در مقابل نعمت‌هاش تشکر بکنیم. دوباره برمیگردم به همون اول. امیدوارم که این 3 تا مسئله انشالله عزیزان من برای مراسم‌های بعدی تصحیح بکنن. نوارهایی که از جای دیگه کشور میاد تو منطقه از فیلتر اعتقادی بگذرونن، چیزهایی که به درد خودش میخوره برای خودش رها بکنید، چیزهای خوبش هم چه بگیریم. فرهنگ استفاده کردن از مسائل دیگران باید در ما قوی باشه که چیزهایی که دیگران میفرستن به رمتش نگیریم، کاملش نگیریم، بلکه از فیلترها ردش بکنیم. همونطور که اسلام در بدء اسلام خیلی از عادات جاهلیت بود، اونهایی که خوب بود اسلام بهش اعتراف کرد، اونهایی که نیاز به تکمیل داشت اسلام کاملترش کرد و وجهه دینی بهش داد، و اونهایی که رجس بود و پلید بود و نادرست بود حذفش کرد. نه اینکه همه مسائل جاهلیت و سخاوت در عرب بود قبل از اسلام، کرم، شهامت، شجاعت، مهمان نوازی عرب معروفه، ولی اسلام آمد سخاوت طور دیگه کرد، وجهه دینی و سبقه دینی بشاد. فرهنگ تشکر کردن به بچه ها رو یاد بدید. مادر محترم، خواهر بزرگوار، شما که بچه تون هستون خواهش میکنه مامان امروز من میخوام برام کیک درست کنی. کیک دیگه چشم مادرم، امروز دوست دارم برام پیتزا درست کنی مامان. پیتزا میدونی چیه؟ توحید داره بکنی پیتزا چیه؟ همه میدونیم دیگه. و چی میخوای بگی پیتزا؟
تشکری. امروز بچه های ما همه غذاشون ساندویچ و پیتزاست. خیلی کم تو خونه شام میخورن و صبحانه. معلوم نیست این گوشتا چیه، این سوسا چیه، سس مایونیز چیه اصلا، این کالا سوسیس چیه. عادت کردن اصلا دیگه آماده. مامان امشب برای من پیتزا درست کن. چشم مامان برای پیتزا درست میکنم. پیتزا که درست کرد جلوش گذاشت، به بچهش یاد داده. خوب دقت میکنید که مامان هر کاری بابا برات کرد، هر کاری مامان برات کرد، هر کاری دوستت برات کرد، بهش بگو دست در نکنه مامان. سفره که خوردن، بچه های کوچک، بچه 5 ساله بلند میشه میگه مامان دست در نکنه، خیلی خوشمزه بود. مامانش خوشحال میشه، خودش یادش داده که تشکر بکنه. یا ناجم کم کم داره. حالا این احتمال داره بسوزه نوارش، ولی من داره نمیکنم بسوزه، ولی اونایی که اونا دارن از بالا فیلم میگیرن که نمیسوزه. اون خیلی خطرناکه، تو کهکشان رو دوششونه. از اونجا دارن از ما فیلم برداری میکنن، حتی صدای ما رو ضبط میکنن. من نمیدونم شما این مطلب رو شنیدید یا نه، که انسان هر چی صحبت میکنه از فضا بیرون نمیره. حتی صحبت پیغمبر نوح، صحبت حضرت آدم، صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحبت ظالمین دنیا، همش تو همین فضا پخشه. و الان بشر با پیشرفت علمیش ادعا میکنه که میخواد خیلی از صحبت‌های تو هوا پخش شده رو جمع آوری بکنه. و یک چیز عجیبی تو این حافظه خیلی معلومات هست. تو حافظه من نه، حافظه هر انسانی. کل زندگی 70 ساله 80 سالش هست. انسان هرچی پیرتر میشه صحبت‌های آخر عمرش یادش نمیاد. اختلال حواس وقتی پیدا میکنه صحبت‌های 60 سال پیش میکنه. صحبت‌های دوره‌ی بچگانش میکنه. از اون پایین میاد بالا با یک اختلال حواس. یه چیزایی یادش میاد سبحان الله که فقط باید از مادرت بپرسی یا از کسانی که همسن سال این حرفایی که این بابا میزنه مال کیه؟ میگه مال 50 سال پیشه، قبل از تولد توست. انسان یک قدرت عجیبیه. من زمانی که بچه بودم یه خاطره تعریف بکنم که بخندید، بالاخره عروسی هم هست، مزاج خوب بد نیست. ما یه درخت داریم به اسم درخت چوج. درخت چوج همان درخت عراقه، همون مسواک، درختیه که مسواک ازش میگیرن، مسواک پیامبر صلی الله علیه و سلم. عرب بهش میگه عراق، ما میگیم چوج تو منطقه خودمون هم فراوونه. یه چوجی بود نزدیک خونه ما، حدود 30 سال پیش، 35 سال پیش ما بچه بودیم. این چوج ثمر میده، مثل انگوره، تیزم هست. ما میرفتیم چه رو همین چوج بازی میکردیم. این دوران قبل از رفتن ما به مدینه است. ما همون بالا بودیم، زنبور عسل هم بیشتر تو همین درخت چوج هم چه کندو میگذاره اونجا. ما بالا بودیم، یک دفعه چه مثل برق چه از جلوی چشم گفت، اصلا با سرعت رد شد مثل برق که اصلا فرصت نکردیم چطوری روم رو بچرخونیم، مثل که گلوله چطوری خارج میکنیم. دیدیم که یک گربه است، یک گربه با سرعت شاید 300 کیلو در ساعت. بعدش دیدیم که یک معذرت میخوام گل برای شما، یک سگ دنبال داره میکنه این گربه رو. معمولا جعب و دعوای بین سگ و گربه و موش و گربه همیشه هست. دیدیم که سگ دنبالش داره میکنه. یک تیر برق چوبی هست اون سیاها، خیلی هم بلنده. فقط من دیدم که این گربه رد شد، سگم رد شد، با سرعت رفت بالای تیر، اونجا نشست گربه بالای تیر با همون سرعت، بدون که فکر بکنه چه مانعی جلوشه. سگ آمد کنار پایین اون چوب ایستاده داره لق میکنه، بیا پایین تا حسابت هست. اونم بالا نشسته آرام گرفته پایین نمیاد، چون سگ نمیتونه بره بالا دیگه. یک 20 دقیقه نیم ساعتی ایستاد لق کرد، پایین نیامد، مایوس شد رفت. حالا ما داریم نگاه میکنیم جریان چیه.
بعد که خوب نگاه به گربه کردم، گربه اینطوری میکنه، چطوری رفته بالا خبر نداره خودش. اینطوری میکنه میخواد بیاد پایین، خودش فکر میکنه که یعنی من رفتم بالا با دست پای خودم. اینطوری میکنه میخواد بپره، جرأت نداره. بالاخره هر کاری کرد نتونست بیاد پایین. ما دیگه رفتیم خانه همسایه، 2 تا چوب بزرگ سر هم کردیم، کف کردیم، از پشت بام همسایه زدیم تا گربه رو انداختیم پایین. وقتی آمد پایین پشتش به زمین نزد، گفت من مردم، چون میگن گربه پشتش به زمین نمیزنه. آخرم با پا آمد پایین. ولی بالاخره من اینو نمیخوام بگم که این گربه چقدر دوندگی داشت، یعنی من میخوام اینو بگم ترس یک قدرت‌های نهفته و غیبی در انسان رو فعال میکنه. انسان یک سری قدرت‌های غیبی در اون هست پنهان که وقتی 2 چیز برش وارد بشه، 2 عارضه، اون قدرت‌های غیبی که ذخیره کرده خودش هم نمیدونه که داره، اونو رو میکنه. تا زمانی که این گربه از این سگ نمیترسید، این گربه این همه دوندگی داشت و این همه قدرت که بره بالا؟ نه. وقتی که احساس خطر و ترس کرد، درش دوش زیاد شد، دوندگیش زیاد شد و قدرت بالا رفتنش زیاد شد. وقتی که ترس برطرف شد، سگ رفت، حالا نگاه میکنه که بیاد پایین، نمیتونه پایین، حالا ضعیف شده، چون دیگه ترس اونو تهدید نمیکنه. انسان هم همینطوره. انسان هم همینطوره. وقتی انسان احساس خطر بکنه، تصور بکنید، مثال میزنم، پیرمردش 60 ساله رو با پیرزن 60 ساله 50 ساله 2 تا پلاستیک دستشونه اینطوری دارن راه میرن، درسته؟ خودشون رو به زور میکشن، سیب زمینه و پرتقال و نمیدونم خیار سبز دستشونه دارن به زور دارن میرن. اگه یک دفعه یک معذرت میخوام یک ماری از تو کوچه در بیاد، باور بکنه این پیرزن 80 ساله، پیرزن 60 ساله با پیرمرد دوندگی 100 متر میشن، پلاستیکو میندازن و میدوون. این قدرت‌های غیبی در انسان هست. وقتی زلزله میشه، شما 24 ساعت تو اتوبوس نشستید، توانت رفته، 24 ساعت نخوابید، تو اتوبوس نشستید، حتی این پلاستیک هم چرت میزنید، این کاغذ سبک هم از دستت میفته. آمدید تو خانه، نماز عشا هم نخوندید مثلا، حالا شیطان وسوسه میکنه، میگه یه چرتی میزنم، من فعلا خستم، هنوز ساعت مثلا 10 شبه، ساعت 2 بلند میشم نماز عشا رو میخونم، یه چرتی بزنم تا این خستگی از تنم در بره تا نماز به دلم بچسبه. شیطان وسوسه میکنه، نمازم نمیخونه دا. بعد این خدا غفور و رحیم است، ساعت 2 بیدارت میکنه شیطان، دیگه بلند شو که نمازه، بعد دیگه نه حالا بخواب، خدا غفور و رحیم است. وقتی که شیطان بیدارت کرد برای نماز خوندن، بعد خودش میگه خدا غفور و رحیم است، دوباره لالایی میکنه میخوابید، در همین اثنا زلزله بشه. من نمیگم زلزله به 9 رشتر سومترای اندونزی، زلزله مثلا 5 رشتری دیگه میگی خدا غفور و رحیمه، بخواب، خدا نمیدونم من خستم 24 ساعت راه آمدم، بدنم باور کن از تو پنجره میپره بیرون. احساس خطر که کردی، ترست بالا رفت، دوندگیت، قدرتت بیشتر میشه. این یک طرف قضیه. انسان چقدر قدرت داره و هرچی ترس تو از خدا قوی‌تر بشه، یک قدرت هایی در بدنت احیا میشه که زمین و زمان رو به هم میاری. حضرت عمر رضی الله عنه که ترسش از خدا به اوج رسیده بود، در مدینه خطبه میخوند، لشکرش و مجاهدینش و سربازان مجاهدش در ایران میجنگیدند برای شکست زرتشتیت و مجوس بتپرستی. نزدیک بود که لشکر امیرالمومنین شکست بخوره. ترس از خدا نگاه کن چه کار میکنه. روی منبر رسول الله در مدینه گفت یا ساریق الجبل و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. یا ساریق الجبل. مجاهدین میگن صدای امیرالمومنین عمر بن الخطاب بود، همراه امام نبود. گفت خودتون رو بچسبونید به کوه.
اونجا صحابه‌ای که در مدینه بودن تو لابلای صحبت‌هاش امیرالمومنین چه گفت؟ اصلا چه ربطی به صحبتش داشت؟ ساوی از الجبل یعنی چی؟ سبحان الله، مثل که امیرالمومنین از اونجا داره تماشا میکنه که لشکرش در حال شکست خوردنه، چون که یک مسائل استراتژی جنگی رو یا نظامی رو رعایت نکردن، متوجه قضیه نیستن، از اونجا فریاد میزنه یا ساریت الجبل. رفتن چسبیدن، پیروز شدن، آمدن برنامه رو شرح دادن. زمانی که لشکر اسلام از دجله و فرات میخواست عبور بکنه و مدائن پایتخت یزدگرد سوم که هنوز در اختیار مجوس بود، اونجا مجوس رو به زانو بگذاره، آتشکده خاموش شد، چون لانه های موش شد، آتش پرست مدهوش شد، اهلا و سهلا مرحبا. آتشکده خاموش شد، چون لانه های موش شد، آتش پرست مدهوش شد، اهلا و سهلا مرحبا. اهلا و سهلا مرحبا کیه؟ همین کسی که نامش محمد است صلی الله علیه و سلم. دجله و فرات در حال جوش و خروش بود. مدائن این طرف دجله بود، لشکر اسلامی این طرف. باید از دجله عبور بکنن، سربازان منتظرشونن، سرباز یزدگرد. بسم الله توکلنا علی الله حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. صحابه و فرمانده مجاهدین در هر گوشه‌ای که میرفتن، چه از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه از جانب خلفای بر حقش، اگر مشکل طبیعی پیش می آمد اصلا با دریا صحبت می کردن، با رودخانه صحبت می کردن، با وحوش صحبت می کردن، با تپه و کوه و دشت صحبت می کردن، با زمین و زمان صحبت می کردن. کل طبیعت را دوستان خود می پنداشتن. و در روایت ها وارد شده که شما با یهود وارد جنگ می شوید، یهود با شما می جنگد و شما وارد جنگ با یهود می شوید. اول شکست می خورید چون پراکنده هستید، بعد توبه می کنید، بعد می گردید، مستجب و متحد می شوید، کلمتتون واحد میشه، واحده میشه، کلمتون واحده، همه برای این کلمه جمع میشید. به جایی میرسه که وقتی با هم متحد شدید، کلمتون یک کلمه بود، همه بر یک محور بودید، همه به خاطر خدا با هم جمع شدید. به جایی میرسه که یهود رو شکست میدید، یهود رو تارمار میکنید. به جایی میرسه که یک یهودی خودش رو پشت یک تپه قایم میکنه، پشت یک سنگ و یک درخت قایم میکنه، اون درخت به زبان میاد میگه ای برادر مسلمان، یهودی پشت من قایم شده، بیا بکشش. ولی زمانی که ما ترس از خدا و تقوای ما بره بالا، تاریخ می نویسد که سرباز مسلمان همونجوری که بر اسباشون سوار بودن، مجاهدین از دجله و فرات عبور کردن و احساس نمی کردن که پای اسباشون در آب داره فرو میره و غرق میشن. رد شدن، یزدگرد سوم فرار کرد، کشته شد، رستم کشته شد، هرمزان کشته شد، اسلام وارد ایران شد. چقدر باید شکر خدا بکنیم که توسط یک شاگرد حرفشنو و مطیع و مؤدب اون معلم بشریت، کاملترین معلم بشریت که نصیب ما شده، شاگردان خوبی تربیت کرد، حرفشنو بودن، حرف استاد رو به زمین نمی زدن، در نتیجه به زمین نخوردن. عرب جاهلیت اساطیر بشریت شدن، مرشدین و راهنمایان و مربیان و معلمین هدایت شدن برای بشریت، اول قدرت‌های زمان را با ترس و تقوای خدا و به کمال رساندن توحید و پایمال کردن شرک و مرتفع ساختن جهل از خودشون دنیا رو خوشحال کردن و امیدوار کردن. حتی مشهور است که وقتی ربعی ابن عامر، یکی از سربازان اسلام، میرود وارد دربار رستم میشود، همونجوری که سوار اسبش بوده با سر شمشیراش میزنه تو متکه های تو اونجا بوده،
پایین نمیشه با همون عزت. بعد رستم چند تا سوال ازش میکنه، یا سوال ازش میکنه چی چیزی شما رو از شهراتون خارج کرده که برید شبیخون بزنید بر مردم، تعرض بکنید بر مناطق دیگه، اگر گشنه هستید به کی داره میگه؟ به یکی از یارانه که در مکتب اون معلم تربیت شده، فکر میکنه که اینا گشنه هستن، وصل پوشن، پا برهنه هستن، گشنه هستن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. صحابه عرض کردن ای رسول خدا آخرین کی هستن که به ما ملحق میشوند؟ اونها ما رو ندیدن، برادر و خواهر مسلمان ما میشوند. سلمان فارسی در جلسه بود، دست گذاشت رو کتف سلمان فارسی، گفت قوم اینها هستن. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، اونهایی که شما ندیدیشون در آخر زمان میان برادر و خواهر مسلمان شما هستن. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن ہے سارا جهان همارا. چین و عرب مال ماست، هندوستان مال ماست، مسلمان هر کجا که باشه هموطن ماست، سارا جهان همارا، کل جهان مال ماست. علامه اقبال لاهوری داره میگه تو دیوان شعرش انما المؤمنون اخوه رب اخ لک لم تلده امک. دست پشت کتف سلمان گفت از قوم اینها هستن. شمایید دیگه. هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. مهم نیست که نقل خلقان باشه یا نقل جمال باشه، مهم که شما خدا پسند باشید، خدا دوست باشید، اسلام پسند باشید، اخلاق پسند باشید، توحید پسند باشید، علم دوست باشید، خوبی پسند باشید، پاکی پسند باشید، زیبا پسند باشید. رو خواب نشستن، رو موق نشستن، رو موق بشینید شراب بخورید، پیک بزنید، رو خواب بنشینید ذکر خدا بکنید، سجده بکنید. تیمم چیه؟ گفت چی چیزی شما رو بیقرار کرده، از کشورتون خارج کرده، از جزیره العرب که ملت‌های دیگه هجوم بکنید؟ اگر گشنه هستید بیا تا شکمتون سیر بکنید، بشینید سر جاتون، غذا براتون میفرستید. اگر برای نه هستید پوشاک بهتون میدیم. و رزقکم فی السماء و ما توعدون. تا دیروز دخترش رو زنده به گور میکرد. عربی رفت مسافرت، برگشت، دختر بزرگ شد. مادر خوشحال شد که حالا دخترش بزرگ شده دیگه نمیکشدش. یک روز از مادرش اجازه گرفت، من میخوام برم بیرون صحرا شکار، این دختر عزیزمون رو با خودم میبرم. گفت ببر مواظبش باش. مادر مطمئن بود که دیگه حالا دختر بزرگ شده دیگه نمیکشدش. در مسافرت بوده، بعد چند سال برگشته، بردش به صحرا. حالا دختری که بزرگ شده چطوری؟ بچه گهواره نیست که راحت چاله بندازه، چاله بکنه و بندازه تو چاله و تمام شده رفت. دختران رو به یه بهانه‌ای بیام بازی بکنیم، تو چاله بکن منم چاله میکنم، میریم تو چاله، خواب میریزیم تو در بیا، من میرم داخل فلان. بازی بچگانه. چطوری با خواب بازی میکنن، خودشون چاله میکنن میرن تو. حالا میگه نوبت توست، من میرم بیرون، تو یاد بخیر. خاک رسون تا سینه‌اش اینجا مثلا. دختر کم کم تنگی نفس پیدا کرد، میگه بابا چیکار میکنی؟ بابا کم کم خاک رسید به حلقومش، بابا خاک رسید به لباش، بابا خاک رسید به چشمش، بابا خاک رفت رو سرش. از زیر خاک صدا میاد بیرون، بابا تا خفه شد. همینا مسلمان شدن. با تعلیم و تربیت، با حرف شنوی، اینا مسلمان شدن. اینا عاطفه‌شو نمیشه مثال زد. الان عاطفه صحابه رو نمیشه مثال زد.
از همینایی که دخترشون زندگی ظهور میکردن چه کسانی تربیت شدن، دنیا رو پر از محبت و مودت و صفا و صمیمیت کردن، بلال رو به آغوش میکشیدن، تبعیض‌ها رو برداشتند. الله اکبر، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو صف نماز الله اکبر همه یک رنگ، تو حج همه یک رنگ، همه یک شعار. ابوبکر سیدنا اعتق بلالا سیدنا. حضرت عمر میگه ابوبکر آقای ماست، آمده بلال که آقای ماست آزادش کرده. بلال سیاه‌پوش میشود مؤذن پیامبر، اولین مؤذن در اسلام، و رسول الله صدای خشخش نعلین بلال و پیشا پیش خودش در بهشت میشنود. میدونی چه جواب بهش داد؟ همین گرسنه، همین پابرهنه، همین که تا دیروز جامعه جاهلیت داشت. چرا خداوند پیامبرش را صلی الله علیه وسلم از کسانی که دارای تمدن بودن مثل مصر و روم و فرس انتخاب نکرد؟ رفت تاریک‌ترین و کورترین نقطه دنیا، جزیره العرب. اگر از اونها کودن‌تر و کورتر و تاریک‌تر و جاهل‌تر بودن، خداوند اونجا رو انتخاب میکرد که معجزه نهایی خودش رو اونجا تحقق ببخشه. پس از عرب جاهلیت جاهلتر نبوده و واقعا معجزه اونجا به بار نشسته و کار خودش رو کرده. و اون جاهل تاریک نادان و بیرحم و بی‌شفقت و سنگدل به کجا رسانده؟ در ظرف چند سال فقط دل دادن به اون معلم و حرفشو گوش دادن. بعد از اینکه مقاومت کردند، انصار درست شد، مهاجر درست شد. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع. تعلیم بپذیریم، بچه همون بفرستین درس بکنن، هزینه پرداخت بکنین. خیر بیاد اگر پسر فقیری علاقمند به تحصیل دنیوی و اخروی است، هزینه بکنه. جناب اسراف عروسی و حجتون بگیرید و عزاداری کن، دانشجو بفرستید درس بکنه، طلبه بفرستید، دختر و پسر بفرستید درس بکنه. بعد لذت ببرید از همونایی که هزینه کردید، برمیگردن چند برابر به روستاتون به منطقه خدمت میکنن. 5 میلیون توی عروسی خرج کردن، پول به هوا ریختن چیه؟ چی میخوای نشون بدی؟ بعد محتاج میشی که زکات بدن، کسی نیست که زکات بده. جزیره قشم و بیخ گوش شماست. 40-50 روز پیش جزیری در بندر عباس آمد و جزیره قشم 30 تا روستا آسیب دید. در فرصت چند ثانیه، 10 ثانیه، 15 ثانیه، کسی که زکات میداد و 10 تا ماشین در خونش پارک بود و اون کسی که زکات میگرفت، همه رفتن تو خیمه. همه منتظر بودن کوتی مایی، نمیدونم دورهی، کنسروی، نون خشکی. همون که زکات میداد و اون که زکات میگرفت، همه منتظر بودن که ببرن در خیمه تحویلش بدن. بدون شرم و حیا تحویل میگرفت. دیگه فکر نمی‌کرد تا دیروز زکات میداد، مثلا یا تاجر بوده 10 تا ماشین در خونش بوده. اون لحظه هر تا رفتن تو خیمه. ولی خدا نمیخواست جانشان را بگیرد. 4000 خورده خانه خراب شد، اما 8 نفر مرد. اما یه اتوبوس تصادف میکنه 45 نفر یک جا میمیرن. 4000 خانه خراب بشه 8 نفر بمیره. خدا نمیخواست جانشون رو بگیره، خدا میخواست بیدارشون بکنه. حالا نتیجه بیداری رو ببینید. با وجودی که 4000 تا خونه خراب شد، همه رفتن بیرون تو خیمه ها. تا روز امروز تو سرمام تو خیمه هستن. هنوز یک پیرزن، یک فقیر، یک ضعیفی نگفته خدایا این چه کاری بود که سر ما در آوردی. همه میگن کار خدا، شکر خدا. حتی پیرزنش هم میگه حکمتی درش بود. کار خدا، شکر خدا، که همه تعجب کردن، حتی مسئولین هم تعجب کردن اینها زلزله زده هست. خونه‌شون ویران شده که 50 سال تلاش کرده تا 4 تا سنگ رو هم گذاشته. در 15 ثانیه از دست داد. بازم میگه
الحمدلله الحمدلله. یک حکمتی درش بود. خدا ارحم الراحمینه. سونامی رو اذا البحار فجرت و اذا البحار سجرت، من همیشه این آیه فکرم مشغول کرده بود که چطوری دریا منفجر میشه. من خب بالاخره 10-11 سال رفتیم تو این کلاس ها و دانشگاه اسلامی و خوندیم و تفسیر قرآن و شنیدیم از اساتید. میگفتم این دو آیه معنیش چیه؟ اذا البحار فجرت، از علامات قیامته. چطوری میشه دریا منفجر بشه؟ به خودم میگفتم و اذا البحار سجرت، چطوری میشه دریا به جوش بیاد؟ اصلا دریا قلقل بکنه به جوش بیاد. سبحان الله. تا این که خیلی وقت نیست، سال گذشته بود یا کمی بیشتر، 9 رشته زلزله زیر آب در سومترای اندونزی و اقیانوس هند. زمین جا به جا شد. اذا زلزلت الارض زلزالها. دنیا و ابرقدرت‌های دنیا گفتن هیچ رخداد طبیعی مهیب‌تر و سهمناک‌تر از سونامی وجود نداره. میگن که حتی از زلزله هم مهیب‌تره، نه واقعا مهیب‌تره. زلزله زیر آب، زمین جا به جا میشه. همه میرقصیدن. جزیره توریستی و سیاحی بوده، جهانگردی بوده. شاید همه نیلوختن بودن، زن و مرد میرقصیدن، شراب میخوردن، اسکی بازی میکردن روی آب. یک دفعه چه زمین جا به جا میشه، آب دریا مکیده میشه. سبحان الله. آب فروکش میکنه، آب دریا کم میشه. همین اونهایی که اونجا بودن یک دفعه بیدار میشن که آب چی شد؟ این آبا کجا داره میره؟ اینطوری گردن کشیدن، به جایی که فرار میکنن این رخداد غیر طبیعی تو آب. خداوند وقتی میخواد کاری رو انجام بده، کنجکاو میکنه، میبره سر صحنه، همونجا حلقومتون میگیره. ان اخذه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. امام شافعی در دیوان میفرمایند اذا نزل القضا ضاق الفضا. وقتی قضا نازل میشود، قدر الهی، فضا بر تو تنگ میشود. اصلا خودت میری دنبال صحنه میچرخی، از نیست میری صحنه به وجود میاری. اینا همه آب که مکیده شد با زلزله، همه رفتن که تماشا بکنن آب چی شد. گردن کشیدن، جمع شدن. یک دفعه آب 30 متر 35 متر تا 40 متر منفجر شد تو هوا. اذا البحار فجرت. و میگویند که با سرعت 700 کیلو تا 800 کیلو، این سرعت جت جامبو، با سرعت 700 کیلو در ساعت آبی که 35 متر ارتفاع پیدا میکنه منفجر میشه. همونایی که گردن کشیده بودن دنبال میکنه، مثل یک گرگی یا گوسفندی که بخواد یک گوسفندی رو گوسفند بدوه، اون دنبالش باشه. هرچی داره میدوه. اگر تلویزیون نگاه کردی که چطوری آب آمد بالا، با چه قدرتی و چطوری دنبال میکرد. امروز همه فیلم هست، توسط ماهواره فیلم گرفته میشود. اذا البحار فجرت. یک جا 350-400 هزار نفر بلعید. جالبه که یک روزنامه بانک جهانی برای من فرستاده بودن. تو یکی از صفحات این روزنامه عکس یک مسجدی شاید در کنار ساحل سومترا که مسلمان‌ها داخلش بودن، میبینن که آب داره میاد مثل کوه. یک دفعه نزدیک مسجد آب 2 شاخه میشه، رد میشه، بدونی که مسجد آسیب میبینه. و در زلزله استانبول هم همینطور که 40,000 کشته داد، فقط یک مسجد با مناره بلندش اونجا استقامت کرد. دوستی تعریف میکرد، میگفت در میامین آمریکا از بچه‌های خودمون اونجا تحصیل کرده، همونجا مونده. میگه در میامین آمریکا بودم،
اعلام کردن که طوفان نیکس بود فکر میکنم، با سرعت 250 کیلومتر در ساعت کم کم به آمریکای جنوبی داره نزدیک میشه، کم کم داره به میامی نزدیک میشه. همینجور اخبار میگفت، اطلاعیه میداد رعایت بکنید، مواظب خودتون باشید، فلان بکنید. دیگه من فرصت نداد. یه نسخه قرآن برادرش تبلیغیه، دیگه یه نسخه قرآن برادرم آورده بود، یه زمانی تو چاپی گذاشته بودیم به عنوان یک کتاب مقدس. میگه دیگه وقتی که طوفان نزدیک شد با سرعت 250 کیلومتر در ساعت همینجور اینطوری مثل پروانه میچرخید. دیگه تو حیاط معذرت میخوام، یک اتاق نگهبانی داشتم با یک نگهبان زنگی سیاه‌پوست با یک سنگ. یک دفعه میگه نفهمیدم چطوری شد که احساس کردم طوفان نزدیک خانه است، همین کتاب مقدس و قرآن گرفتم، با وجودی که اصلا کاری به خدا نداشتم، ولی اعوذ بالله. میگه یک لحظه گذاشتم رو سرم، گفتم خدایا به حق این کتابت که مقدسه، نه به خاطر طاعت و گناهان من و طاعت من طاعتی ندارم، من احترام و حرمتی پیش ندارم، به حرمت این کتابت منو نجات بده. میگه طوفان آمد پنجره رو کند. اون کیوسک نگهبانی هم تخته بود. دیگه وقتی نگاه کردم بیرون که اصلا اون خانه ویران شد، اصلا نیست، تخته وجود نداره، خانه نگهبانی وجود نداره، اتاق نگهبانی. دیگه همین سقف اینطوری میلرزید، ولی همین کتاب گذاشتم رو سرم. خداوند براش آسانه. زمانی که من دانشگاه بودم سال 58 من رفتم، دوستانی داشتیم از جزیره مالدیو، بزرگترین جزیره مرجانی دنیاست و بیشترین درآمدش از توریسته که میان جزر مرجانی رو ببینن. مرجانهای عجیبی داره اونجا. اگر تو نقشه و اطلس نگاه بکنید فقط چند تا نقطه تو اقیانوس هنده. 350,000 نفر جمعیتش، همشون شافعی مذهبن، رئیسشون هم 40 تحصیل کرده دانشگاه الازهره. محمد توقیمان مالدیفی بودن چند تاشون. اون زمان به من میگفتن شیخ انگلیس گفته 25 سال دیگه جزیره شما زیر آب میره و ما فکر میکنیم که این فرفندای و توطئه های استعماری است. چشم دارن به جزیره ما دیگه از هم جدا شدیم، آمدیم ایران تا اینکه سونامی رخ داد و جزیره مالدیو آب از روش رد شده. جزیره هایی که کنار هم بوده جدا کرده، جزیره هایی که دور بوده آورده کنار هم و امتداد امواج سونامی تا بحر عمان و بندر جاس، روستایی به اسم روستای بیاهی در شرق جاس، 1 کیلومتر آب در ساحل روستای بیاهی در شرق بندر جاس آب پیشروی کرده و دولت عمان هم اعلام کرد که 1 متر آب بحر عمان ارتفاع پیدا کرده. خدا میتونه بگیره، نمیشه، باید با خدا آشتی کرد، کنار آمد با دین، باید توبه بکنیم تا قدرت بگیریم. بالاخره 3 تا جمله بهش گفت. ما آمدیم که ربعی ابن عامر به رستم گفت ما آمدیم تا شما را از عبادت العباد به عبادت رب العباد داخل بکنیم، از عبادت و پرستش انسانها و بندگان خارج بکنیم و عبادت رب العباد داخل بکنیم. ما آمدیم که شما را از جور ادیان خارج بکنیم و به سعت و وسعت اسلام داخل بکنیم. ما آمدیم شما را از تنگی دنیا خارج بکنیم، به وسعت آخرت داخل بکنیم. همین 3 جمله رو بهش گفت. چنین شخصیت هایی بودن در مقابل اقیانوس قرار می گرفتن، می گفتن خدایا اگر می دونستم که پشت این دریا بندی از بندگان تو زندگی میکنه که دین بهش نرسیده، حاضریم دریا رو شنا بکنیم و دین بهش برسونیم. چنین شخصیت هایی بودن. زمانی که 2 چیز در انسان تقویت بشه، یکی ترس و یکی عشق. عشق هم همینطوره. وقتی عشق کامل میشه قدرت انسان زیاد میشه. شما دیدی که عاشق و معشوق خسته بشن،
صحبتشون تمام نمیشه، اصلا شاعر میشن. پنجم ابتدایی داره، نامه‌ای می‌نویسه که لیسانس ادبیات می‌نویسه. عشق وقتی قوی میشه انسان ادیب میشه، شاعر میشه، دونده میشه، قوی میشه، سیر نمیشه، خسته نمیشه، ملول نمیشه. عشق به انسان قدرت میده، قدرتی که بچه تو با دست خودت ذبح بکنید. عشق دیگه. آتش نمرود را بهر گلستان آفرید. عشق به انسان قدرت میده، قدرتی که عصا را بزنه دریا را نصف کنید. عشق به انسان قدرت میده، در آتش قرار میگیره، سالم در میاد. خیلی حوصله کردید. من در خاتمه عرایزم